سفری حیرت برانگیز به ترسناکترین مناطق کیهان. در این ویدیو 5 منطقه بسیار عجیب و ترسناک معرفی میکنم که پنجمیش از همشون فوق‌العاده خفن تره. شماره 1. یکی از زیباترین و عجیبترین سیاره کشف شده در کیهان، سیاره‌ای به اسم G1407b است که 400 سال نوری از زمین فاصله دارد و حدوداً هم اندازه مشتریه. این سیاره حلقه‌های 200 برابر سیاره زحل دارد. شماره 2. منطقه بعدی یک سیاهچاله در مرکز کهکشان 3C303 تا شعاع 150,000 سال نوری ماست. این سیاهچاله به اندازه 1 تریلیون رد و برق جریان الکتریکی از خود به فضا پرتاب می‌کند. یعنی اگر این سیاهچاله در مرکز کهکشان خودمون که شعاعی به اندازه 100,000 سال نوری دارد بود، همه ما در یک پلک به هم زدن سر جامون خشک می‌شدیم و با این میزان جریان الکتریکی میشد تا 12 میلیارد سال تمام لامپ‌های کره زمین رو روشن نگه داشت. شماره 4 و اما سیاره عجیب بعدی کپلر 16b است. این سیاره به دور 2 ستاره میچرخد و دارای 2 غروب درخشان در روز است و 2 سایه به جای 1 سایه برای هر فرد روی سطحش نقش میبندد. و اما بریم سراغ آخرین و هیجان انگیزترین سیاره، اما قبلش لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. در پنجمین سیاره که HD 189733b نام دارد، به صورت مداوم و همیشگی شیشه از آسمان میبارد. در این سیاره طوفان‌هایی با شدت 600 کیلومتر در ساعت در حال وزیدن هستند. حالا تصور کنید این باران‌های شیشه‌ای با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت به صورت و بدنتان برخورد کنند. وحشتناکه نه؟